هوش مصنوعی خیلی پیشرفته ممکنه تو آینده قوی ترین موجودات زمین بشن. اینا توانایی‌هایی هستن که شاید داشته باشن. هوش فوق‌العاده بالا. این هوش مصنوعی‌ها ممکنه اونقدر باهوش بشن که ما اصلا نفهمیم چطور و چرا به جوابهاشون میرسن. ممکنه دائم الگوهایی رو تو محیط‌های اطرافمون، ویدیوها و محیط‌های سه‌بعدی تشخیص بدن که ما آدم‌ها خیلی سخت میتونیم بفهمیم. حتی میتونن این الگوها رو مرتب دنبال کنن و دنیا رو یه جوری دیگه بفهمن. انگار که میلیاردها جزئیات خیلی ریز رو با تلسکوپ از خیلی دور ببینن. اونا شاید از میلیون‌ها مدل ذهنی و فرمول‌های پیچیده ریاضی که خیلی‌هاشون رو خودشون ساختن استفاده کنن تا هر چیزی رو کامل بفهمن. این توانایی باعث میشه مسائلی رو حل کنن که ما حتی نمیدونیم وجود دارن و خیلی سریعتر از هر موجود زنده دیگه‌ای واکنش نشون بدن. مغز ما آدم‌ها نمیتونه بفهمه یه هوش مصنوعی فوق‌العاده باهوش چی میفهمه. با کمک کامپیوترهای کوانتومی میتونن پیچیده ترین مسائل رو توی چند ثانیه حل کنن. دانش ما توی رشته‌هایی مثل ژنتیک، رمزنگاری، علوم مواد و مدل سازی آب و هوا ممکنه چند برابر بشه. شاید داده‌های ویدیویی یه بخش بزرگی از اطلاعاتی باشه که به این هوش مصنوعی‌ها داده میشه. تا وقتی این هوش مصنوعی‌های باهوش به یه بلوغ معقول برسن، شاید از انواع ویدیوها از سراسر دنیا استفاده کنن. احتمالاً میتونن همه این ویدیوها رو لحظه‌ای تحلیل کنن و بینش‌هایی رو درباره دنیا به ما بدن که تأثیر زیادی روی تصمیم گیری هامون داشته باشه. شاید تو آینده نه چندان دور با کامپیوترهای قوی‌تر از کوانتومی این هوش مصنوعی‌ها بتونن مسائل خیلی پیچیده تری رو حل کنن و با سرعت‌های باور نکردنی این کار رو انجام بدن. تکنولوژی‌هایی که این هوش مصنوعی‌ها رو پشتیبانی می‌کنن احتمالاً شامل الگوریتم‌های پیچیده یادگیری ماشینی میشن. این الگوریتم‌ها میتونن شامل یادگیری عمیق، یادگیری تقویتی، یادگیری بدون نظارت و انواع جدیدی از الگوریتم‌هایی باشن که خودشون ابداع میکنن. حتی ممکنه نسخه‌های باهوش‌تر از خودشون رو بسازن با تحلیل ساختار خودشون، عملیات‌ها و الگوریتم‌های یادگیریشون. مورد بعد، کشف‌های علمی با سرعت نور. این هوش مصنوعی‌ها میتونن توی تحقیقات علمی و نوآوری سرعتی بی‌نظیر داشته باشن و دستاوردهای توی فیزیک، شیمی، زیستشناسی و مکانیک کوانتومی به دست بیارن. فرآیند کشف علمی توسط این هوش مصنوعی‌ها مثل یه نسخه خیلی سریع‌تر و خودکار از فرآیند علمی ما آدم‌هاست. اونا سریع فرضیه‌هایی رو بر اساس دانش وسیعی که دارن تولید می‌کنن. بعدش شبیه سازی‌ها و آزمایش‌هایی طراحی و اجرا می‌کنن تا این فرضیه‌ها رو بررسی کنن و نتایج رو تحلیل کنن. الگوریتم‌های پیشرفته یادگیری ماشینی هم میتونن تشخیص الگو و پیشبینی‌ها رو راحت‌تر کنن و کامپیوترهای کوانتومی میتونن شبیه سازی‌ها و محاسبات پیچیده‌تری رو انجام بدن. علاوه بر این هوش مصنوعی‌ها از هر بار تکرار این فرایند یاد میگیرن و کارشون رو مرتب بهتر میکنن. مثلا آلبرت اینشتین با آزمایش‌های فکری خودش تونست نظریات نسبیت خاص و عام رو به دست بیاره. حالا فکر کن این هوش مصنوعی‌ها بتونن هزاران یا حتی میلیون‌ها از این آزمایش‌ها رو همزمان انجام بدن. نتایج این توانایی میتونه دنیا رو زیر و رو کنه. ممکنه شاهد ساخت داروهای جدیدی باشیم که دنیا رو تغییر بده. راه حل‌هایی برای تغییرات اقلیمی پیدا کنیم و سوالاتی که حتی به ذهنمون هم نمیرسه بپرسیم رو جواب بدیم. این هوش مصنوعی‌ها
شاید اونقدر سریع بشن که هر چند دقیقه یا حتی هر چند ثانیه یک کشف جدید بکنن. مورد بعدی توانایی ساختن هر چیزی که بخوان. این هوش مصنوعی فوق‌العاده باهوش ممکنه بتونن ماشین‌هایی بسازن که هر چیزی رو اتم به اتم باز تولید کنن. این ماشین‌ها تو اندازه‌های مختلف عرضه میشن و میتونن از لوازم خونگی گرفته تا غذا، ربات‌ها، ماشین‌ها و حتی خونه‌های کامل رو بسازن. وقتی این توانایی کامل بشه، ممکنه سیستم‌های سرمایه‌داری تو خیلی از کشورها رو به هم بریزه. تو آینده دورتر وقتی با مفاهیم مهندسی ژنتیک ترکیب بشه، ممکنه بتونه موجودات زنده رو هم تو زمان خیلی کمی بسازه. این توانایی میتونه به حفظ اکوسیستم‌ها و تعادل محیط‌های مختلف دنیا کمک کنه. مثلا اگه یه حیوان در آستانه انقراض باشه، میشه اون گونه ها رو به تعداد زیاد تو آزمایشگاه تولید کرد. ذهنشون رو برای زنده موندن تو محیط های مورد نظر آماده کرد و بعدش اونها رو به طبیعت برگردون. مورد چهارم، پیشبینی آینده با دقت بالا. اگه یه هوش مصنوعی فوق‌العاده باهوش به اطلاعات کافی دسترسی داشته باشه، میتونه با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی، شبیه سازی‌ها و معادلات احتمالی، احتمال وقوع میلیاردها رویداد تو آینده رو پیش بینی کنه. این اطلاعات ممکنه شامل داده‌های متنی، تصویری و ویدیویی لحظه‌ای از سراسر دنیا باشه. همچنین ممکنه به طور مداوم داده‌های جدیدی رو تولید کنه تا دقیق‌ترین پیش‌بینی‌ها رو ممکن کنه. این توانایی پیش‌بینی میتونه خیلی از بخش‌ها رو اساساً تغییر بده. تو تجارت میتونه پیش‌بینی کنه که ایده‌های تجاری چطور ممکنه قبل از ساخته شدن یه محصول اجرا بشن. اونم با در نظر گرفتن میلیاردها متغیر. تو اجرای قانون میتونه با تحلیل داده‌های ویدیویی از دوربین‌های شهرهای هوشمند و فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی جرایم رو قبل از اینکه اتفاق بیفتن پیش‌بینی کنه. تو زمینه مالی، هوش مصنوعی‌های فوق‌العاده باهوش میتونن بازار سهام رو پیش بینی کنن. با استفاده از داده‌هایی که شامل شرایط اقتصادی کشورهای مختلف، اخبار شرکت‌ها، گزارش‌های درآمد و احساسات بازار میشه. با کمک کامپیوترهای کوانتومی، این هوش مصنوعی‌ها میتونن شبیه سازهایی از میلیاردها آینده ممکن رو تو زمانهای کوتاهی انجام بدن و احتمال وقوع نتایج رو با دقت بالایی تخمین بزنن. میخوام نظرتون رو درباره این هوش مصنوعی‌ها بدونم. لطفاً نظرتون رو توی کامنت ها با من به اشتراک بذارید تا بتونیم دربارش با هم دیگه صحبت کنیم.